به این ویدیو خوش اومدید. این ویدیو قراره یه پرس‌ترین آبنبات دنیا رو تست کنیم. من طعم پرتقالیشو گرفتم. چند تا طعم داره، توت فرنگی و چند تا طعم دیگه با لیمو. یه طعم دیگه داشت که یادم نمیاد چه طعمی. چند تا آبنبات کوچیک داخلشه. من یکیشو تست کنم. خب بیایم که تست کنیم. میگن که خیلی 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 ترشه و حالا میخوایم تست کنیم. 1 2 3. این کاسه هم آوردم که خیلی ترش بود بتونم داخل این بریم. 1 2 3. چیزی روش هست فکر کنم بخاطر اون که ترشم هنوزم ترشش تو درنم. اصلا نمیشه تا آخر خوردنیم. یکی از دوستان میگه که یه بار خورده بعد اینا میگه که کم میخوریم شیرین میشه بعدش. بعد یه مایه‌ای هم داخلشه گفت شیرینه. بعد آره دیگه میگه که جوهر نمک ریختن و میتونید امتحان کنید. خیلی ترشه تا واقعا نمیتونید بخورید. خیلی ترشه و این ترشترین آبنبات دنیاست. پشتش هم نوشته که بله بچه مرسی که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خدافظ.